رسول اکرم روز قرآن را گشاد و سوره زلزله که ما و شما میگوییم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره سیومی از قرآن است، حضرت میگد یک آیت این از آیت چهارمش تلاوت کرد. چی گفت؟ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین به سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا می دانین که زمین چه اخبار می دهد؟ زمین چی خبر می دهد؟ آیا می دانید؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله بیان کردند گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز در فلان ماه در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله سبحان الله. همین زمینی که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینی که بالای او شما نماز میخوانید، این زمین روز قیامت به ان ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله است. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات می‌یابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما می‌شود، در آخرت هم دستگیر شما می‌شود.